مظلوم بلند میکنیم. فقط و فقط دوستای ما که در لندن هستند، آقای شکور افغان و یکی از همکارانشان قیوم نیکزاد تکسیوان هستند، در لندن تکسیوانی میکنند، ولی اونا کار کردن که هر افغان بالای از اونا افتخار میکنن. یعنی ای که اونا 5 سال پیش از امارت اسلامی افغانستان صدای ملت مظلوم در لندن بلند کردن و دولت انگلیس وادار ساختن تا غرایم جنگی که بالای مردم بیدفاع هلمند، یعنی که شبانه چاپ انداخته بدن، بمبارد کرده بدن. قصه های زیاد از در این مورد. شما اگر کتاب شاهزاده انگلیس بخوانید، 18 نفر نشان زده، مردم بیگناه بیچاره ما را به نشان بسته کردن، کشتن. ما فیلم های زیاد در این مورد میبینم. 45 نفر زن و طفل در یک عروسی کشتن. فامیلایی که در هلمند بودن داغدار، در قندهار شما دیدین که یک عسکر امریکایی در یک خانه رفت 18 نفر کشت. اما تو مردم مظلوم خوست، جلال آباد، بالاخره اطفال نازنین کابلی را که در وقت برآمدن خود اونا به نام داعش کشتن. حرف ما به این معنا نیست که ما از امارت اسلامی افغانستان شکایت ها نداریم. بسیار زیاد شکایت ها داریم. در مورد مکاتب دخترها، در مورد حق از اونا بسیار شکایت هاست که ما داریم. همیشه از طریق رسانه ها به گوش اونا رساندیم. میبخشید. ولی هیچ حکومت تا به حال، نه از انگلیس، نه از روس، نه از امریکا و همپیمانایش به نام ناتو تا به حال حق مردم افغانستان نخواسته. امروز ما صدای مردم افغانستان میخواهیم که نه تنها افراد، اشخاص بیگناه و بیچاره را که شما کشتید، بلکه 20 سال شما از نظامی های ما استفاده کردین. جنرال ساختین، دگروال ساختین، مارشال ساختین، ولی امروز کس نیست تقاوت زور بده. 20 سال از مردم پنجشیر شما استفاده کردید. امروز مردم مظلوم پنجشیر از گشنگی میمرن. سربازا را که شما علیه افغانای دیگری که همراه شما جنگ میکرد استفاده کردید. امروز اونا سرگردان در کوچه ها میگردن. بالاخره مادر بمب استفاده کردین تا به حال دوجه نه درخت می رویه. اولادا طفلای هم که تولد میشه اونا یا کج هستن یا بی پای هستن یا بی دست هستن. دمی کابل شما شاید بسیار زیاد جوانا را ملاقات کرده باشین. یک روز پیش جور بده باشه ولی برای فرداش گفته سکته مغزی کرده رفته. مرض سرطان چقدر افزایش یافته؟ تاثیرش چیست؟ در طول 20 سال این بم‌ها و مادر بم و پدر بم که استعمال شد همش تاثیر از اموز.
پس امروز حق ماست، حق مردم افغانستان است. این که با دولت ها چی معامله میشه، امروز امارت اسلامی را کس نه صدایش میشنوه نه کس به رسمیت میشناسیش، ولی ملت بزرگ افغان زنده است. تقاضای ما از افغانهای ما که در داخل هستند، در خارج افغانستان هستند، امی پروسه را که آقای افغان و همکارانش پیش میبره چرا کمک نمیکنن؟ چرا صدا را در امریکا بلند نمیکنین؟ چرا در استرالیایی که افسرش اعتراف میکنه که ما ترجمان خود در هلیکوپتر جای نبود، به مروی به فرقش زدم، سلایش گرفتم، الهیش کردیم. ما همیشه میشنویم حقوق بشر. تو خدایتان ها اگر حقوق بشر به معنای واقعیش وجود می داشت، آیا پشت دروازه همو شاهزاده را تق تق میکرد که 18 نفر نشان که زدی کی بود و چرا؟ ولی ماستیم که 43 سال در آتش می سوزیم، به هر نام ما را در جنگ انداختن. پس ملت افغان دیگر خاموشی را فراموش کرد. امروز ما صدای ملت بزرگ افغانه. در اینجا ببینن قاری صاحب که قرائت کرد از پنجشیر است. پنجشیری صدای هلمندی و قنداری و خوستی را بلند میکنه. در بین شما از تمام ملیت های با هم برادر افغانستان حضور داره. پس اگر همیشه ما این صدا را من حیث یک ملت واحد بلند داشته باشیم، دیگه کس جرأت نمیکنه که به طرف افغانستان به چشم بد ببینه. امروز شما ببینین همسایه های ما را، با کدام بهانه نیست که افغان زجر نمیتن. حکومت پاکستان را ببینید، هر روز اطفال ما را در زنجیر بسته میکنه، میره زندانی میکنه. خانمهای افغانه که با شرفترین و با عزتترین خانمها در سطح جهان هستند، این همیشه گفتیم. اونا را به خاطر که یک چند روپه از کشورهای غربی به دست بیارن، اونا را زندانی میکنن. حقوق بشر که تمام قاتلین 43 ساله مردم افغانستان در آغوش گرفته، کسایی که میلیاردها دلار از اینجا با خود بردن، برای از اونا بهترین انسان هاست. در موردش حتی فکرم نمی کنن. با وجود که همه ما میدانیم تمام بدبختی مردم افغانستان در طول 43 سال از دستمون است. و کدام نام ما را جنگ ننداختن؟ اله رهبر هزار هستم، اله رهبر پشتون هستم، اله رهبر تاجک هستم، اله رهبر ازبیک هستم. امروز ازبیک هم مانده اینجا، پشتون هم مانده، تاجک هم مانده، هزارا هم مانده گرسنه. اونا با میلیاردها دلار در خارج شدن. پس کجا حقوق بشر؟ ما میخواهیم که نه تنها در عرصه ای که تنها هلمندی ها را غنیمت جنگی بتنی، بلکه میخواهیم که سنگ افغانستان باید تاوان بتن. ما میخواهیم که تمام مردم افغانستان مستحق است، اگر در شهر بود اگر در دیستن. شما یک بار ببینید 9 میلیارد دلار ما را بند انداختن. 3.5 میلیارد دلار میگه ما برای کسایی که در 11 سپتامبر کشته شده بر از اونا میدیم. اگر افغان
در حوادث 11 سپتامبر سهم داشت حتمی بده. اونا 2800 نفر هستن، قبول داریم بده، ولی لکا نفر تاوانش خب بده. اگر 39 میلیارد دلار برای 2800 نفر، پس برای 1 لک افغان چند؟ این هم حرفایی است که باید هر افغان همیشه در ذهن خود داشته باشه. تکرار میکنم حرف من، خدا شاهد است که با هیچ مسئولین امارت اسلامی ما حرفای خود شریک نکردیم، خداوند شاهد است. ولی درد یک افغان است، دردایی است که ما در طول 43 سال هر روز با گوشت و پوست حس میکنیم. پس در این صدا همراه ما باشید. تجارای ملی داریم، چرا کمک نمی کنن؟ از این دنیا هیچی را با خود برده. میلیاردرم 3 گز کفن است، گدام. پس بیاین که خداوند راضی داشته باشیم و مردم افغانستان. دا پول هیچ چیز خریده نمیشه. انصاف به کار است. بنان از تمام مردم افغانستان، خصوصا برای فعلا برادران علمندی ما که در حوادث صدمه دیدن، میتونن زنگ بزنن. در آخر شماره تلفن دوستای ما که در لندن هستن که اونا با می کمیسیون معرفی میکنن. تا بال 400 فامیل از کمیسیون پاس شده که برای اونا باید پول پرداخته شود و ما میخواهیم که 1000 شود، 2000 شود، 3000 شود. امی تاوان باید امریکا بته، امی تاوان جرمنا بته. جرمنایی که اطفال افغان که به خاطر تیل میگرفتن از یک تانکر تیل، اونا را بمبارد کرد، 120 نفر کشتن. اونا باید بپردازن. فرانسوی ها باید بپردازن. بنان خواهش ما از تمام افغان هایی که در گوشه دنیا هستند، بیایی که دست به دست همدیگر بتیم تا که یک درس شود در تاریخ برای تمام کشورهایی که میخواین باز حمله بکنن و یا در طول این 100 سال چندین بار حمله کردن. خواهش همیست که صدای افغانها را بلند و بلندتر بسازیم. تشکر از تمام رسانه ها که خواهش ما را قبول کردن، آمدن. یک دنیا سپاس، ممنونتان. و از تمام دوستایی که تشریف دارن یک دنیا سپاس، ممنون. برای همگی شما سرخرویی میخوایم. وقتی که بابک دشمنایش دستگیر کرد، او را گفتن قطع باید شود. وقتی که اولین بازویش قطع کردنی در روی خود بانید، ازش پرسان کردن که چرا؟ گفت شما دشمنایم باید بفهمین که وقتی که جان ما قطع میشه، خون میره، رنگم سفید میپره و شما فکر میکنید که ما ترسیدیم. بنان به همه مردم افغانستان و شما سرخرویی آرزو میکنم. همیشه مردم افغانستان سرخروی و سربلند باد. تشکر، زنده باشید.